الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بارك الله فيكم. هر یک بنده مؤمن و هر یک مسلمان و هر یک موحد وظیفه دار است که الله رب العزت و الجلال را همیشه به یادش بیاورد. در هر یک عملش و در هر یک گفتارش و در هر یک کردارش باید در یاد الله رب العزت و الجلال باشد. در حقیقت یاد الله این بزرگترین عبادت است، چه که الله رب العزت و الجلال در قرآن عظیم الشان ذکر نموده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. مؤمنهای واقعی همان کسانی هستند که زمانی که ذکر الله می شود دلهایشان به لرزه می آید و زمانی که آیاتهای الله تلاوت کرده می شود ایمانهایشان زیاد می شود. و مؤمنان همون کسانی هستند که به الله توکل می کنند. پس بارک الله فیکم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کسی بود که همیشه الله رب العزت و الجلال را به یاد می آورد، گاه در استغفار، گاه در حمد و ستایش و ثنا و گاه در تسبیح و تحلیل. برای همین است که رسول الله گفتند صلی الله علیه و سلم: فوالذی نفسی بیده لأستغفرن الله و اتوب الیه فی یوم اکثر من 70 مره و فی روایت اکثر من 100 مره. حدیث سه است که رسول الله میگن قسم به آن ذاتی که جان من در دست اوست، من در یک روز زیاده از 70 مراتبه استغفر الله میگم و در روایت دیگر میگن زیاده از 100 مراتبه استغفر الله و اتوب الیه میگم. و در روایت دیگر که امام بخاری روایت کرده اند آمده است که ابو هریره رضی الله عنه میگند بهترین کلمه در نزد الله این سبحان الله و بحمد سبحان الله العظیم است و این یاد و ذکر الله است. پس این مختصرترین سخن ما در یاد و ذکر الله است. یاد و ذکر الله این امر الله است، این امر رسول الله است، این منهج و راه و هدی رسول الله صلی الله علیه وسلم است. یاد ذکر الله این امر مطلوب و این راه نجات و این راه مؤمنان است و این صفت مؤمنان است. بارک الله فیکم. پس همیشه انسان باید در یاد الله باشد و تمام عملهایشان را به خاطر الله انجام بدهد. و هر یک انسان مؤمن و مسلمان باید قدر ایمان خود را بداند. قدر ایمان خود را باید بداند. در حقیقت دانستن قدر شناسی کردن ایمان یکی از بزرگترین عمل هاست. وقتی که ما ایمان خود را قدر شناسی می نماییم، بعد از این ایمان خود را حفظ می کنیم. وقتی که به قدر ایمان خود رسیدیم، بعد از این ایمان خود را از شکننده ها نگه می داریم. به مانند این که کسی وقتی که به عمر خودش قدر شناسی کرد عمرش را در جاهای خوب می گذراند. وقتی که به مال خودش انسان قدر شناسی کرد مال خودش را در جاهای حلال استفاده می برد، قدر شناسی می کند و اسراف نمی کند. و این چونین ایمان بزرگترین چیز است که باید قدر شناسی کرده شود.
اما امروز افسوس که اکثری مسلمان ها قدر ایمان خود را نمی دانند، قدر مسلمان تولد شدن خود را نمی دانند و همین ایمان خود را که بزرگترین نعمت الله رب العزت و الجلال به بنده‌اش هست به یک ناچیزترین چیز دنیا عوض می کنند. پس برادرم و خواهر بزرگوارم، قدر ایمان خودت را دان. الله رب العزت و الجلال ایمانداران را دوست دارد. الله رب العزت و الجلال محسنان را، نیکوکاران را دوست دارد. الله رب العزت و الجلال کسانی را دوست دارد که مؤمن واقعی هستند. برای همین است که در بسیار جای قرآن آمده است ان الله یحب المحسنین، الله محسنان را دوست می دارد. یا که متوکلین، توکل کننده ها را دوست می دارد، با همراهی توکل کننده ها است. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، الله کسانی که ایمان آوردن اونها را دفاع می کند. یا که ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، الله با همراهی کسانی که پرهیزگارند و محسنند و احسانکارند. همه اش به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینها مؤمنانند و قدر ایمان خود را دانستند و خود را از حرام کرده ها و نهی های الله کرده دور میگیرند و به امرهای الله میشتابند و شتابکارانه امرهای الله را بجا می آرند، امرهای رسول الله صلی الله علیه و سلم را بجا می آرند و انمینها مؤمنان صادقینند. بارک الله فیکم. پس به قدر ایمان خود برسید. ببینید که صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر ایمان خود به رسول الله، به الله و به روز قیامت و به دیگر چیزهایی که ایمان آوردنش واجب، به خاطر ایمان خود چی صبرهایی را انجام دادند، چی جوانمردی را نشان دادند و چی بزرگی را نشان دادند. ابو بکر الصدیق رضی الله عنه، عمر الفاروق رضی الله عنه و عثمان و علی رضی الله عنهم و عشرة المبشره و تمام صحابگان وقتی که نظر میکنیم شجاعتمندترین مردان بودند. امام بخاری حدیث سه را روایت میکنند در قصه خبیب که وقتی مشرکان اسیرش کرد و به مکه همچون اسیر بردند و بستند و به خبیب گفتند رسول الله را یک دشنام بده ما تو را آزاد میکنیم، بگو که در جای من رسول الله باشد من راضی هستم، ما تو را آزاد میکنیم. اما خبیب گفت قسم به آن ذاتی که جان من در دست اوست، من نمیخواهم که یک ذره به رسول الله ضرر برسد. حتی پوست خبیب را زنده به زنده کندند اما هیچگاه از ایمانش نگشت، هیچگاه سخنی به ضد ایمانش نگفت، چرا که قدر ایمان را دانست، چرا که میدانست که ایمان این نجات است و صبر کردن به عذاب نسبت ایمان انسان را به جنت میبرد و نجات انسان در این دنیا و آخرت در ایمان است. البته ما در این مسئله میتونیم که روایت های زیادی را به شما ذکر نماییم، البته همین کافی است، حدیثی که در روایت بخاری ذکر شده است. پس همان کسی قدر ایمان خود را، قدر اسلام خود را، قدر نعمت توحید را میداند که زیرک باشد و در حقیقت دوستدار الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد و این چنین انسان صادق و این چنین انسان مؤمن و موحد هیچگاه ایمان خود را به یک چیز دنیا عوض نخواهد کرد. بیخردان، نامردان، جاهلان، دروغکاران و دروغگویان و اون کسانی که بیخردند، انمونها کسانی هستند که ایمان خود را به دنیا عوض می کنند. پس قدر ایمان البته رسیدنش ضروری است و بعد از این البته قدردانی کردن اهل عائله و قدردانی کردن فرزندان،
قدردانی کردن فرزندی به ایمان. در حقیقت امروز پدران و مادران را مشاهده میکنیم که قدری فرزندی به ایمان خود را نمیدانند. چقدر دوستهای زیاد موحد را دارم که بجان و دلش مادرش را دوست دارد، بجان و دلش پدرش را دوست دارد، به خاطر پدرش و مادرش شبها و شب گریه می کند، ناله می کند، از الله طلب هدایت و نجات به پدر و مادرش می طلبد. اما این پدر بیچاره و این مادر فرزند خودش را به خاطر ایمانش دوست ندارد. حتی روزهای شد که دیدیم پدر بی ایمان فرزند موحدش را از خانه اش بیرون کرد و راند به خاطر ایمانش. والله مثل قصه صحابگان در این روزها هم وجود دارد. این قدر ناشناسی در حقیقت سبب عذاب است و سبب درد و پشیمانی و رنج خواهد شد. پس ای پدر بزرگوار و ای مادر، قدر فرزندت را دریاب کن. قدر فرزندی به ایمانت را دان. بدان که این فرزندی به ایمان نجات توست. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند، حدیث از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است، در روایت مسلم آمده است، حدیث صحیح است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا ثلاث. زمانی که انسان میمیرد تمام عملهایش از این انسان انقطاع میکند، نابود میگردد، بجز سه چیز، سه عمل دنیویش: صدقه جاریه او ولد صالح یدعو له. صدقه جاریه یعنی یک انسان بمیرد دفتر اعمالش پوشیده می شود و تمام علاقهش از این دنیا جدا است، به این دنیا هیچ علاقه ندارد، فقط سه چیز علاقه تا روز قیامت می رود. صدقه جاریه، اگر انسان مسلمان پیش از مرگش یگان صدقه بکند که صدقه جاریه باشد، به مانند این که یگان خیر بکند، یک مستشفای بنا بکند، یک مکتب بنا بکند که در درون مکتب قرآن درس بگیرند، در درون مکتب سیره رسول الله توحید درس بگیرند، نه در درون مکتب ضد دین اسلام بلکه موافق شریعت درس بگیرند، این مکتب تا روزی که در دنیا هست اجرش و ثوابش به مرده میرسد و بعد از این او علم ينتفع به، یا که علمی که به شاگردانش رسانیده است تا این که این شاگردانش در روی دنیا زنده هستند و شاگردان اونها زنده هستند، ثواب به این انسان میرود. و سومینش فرزند صالحی که در حق پدر و مادرش دعا میکرد. ای مادر و پدر، تو بدان که فرزندی که مؤمن است تو در حقت دعا میکند، بدان که این دوام عمل توست، دوام علاقه تو به این دنیاست و به سبب فرزند صالحت تو نجات خواهی یافت. پس فرزند مؤمن و موحدت را قدر شناسی بکن و کوشش نما که فرزندت مؤمن باشد، موحد باشد، صادق باشد و از جمله صادقان و مؤمنان موحدان باشد. پس وقتی که الله به فرزند تو ایمان را داد، وقتی که الله رب العزت و الجلال فرزند تو را هدایت نمود، به کوشش تو، به دعای تو، به یگان زحمت تو، با الله شکر بکن و از این فرزند دست مکش. و این چنین باید دانست که فرزند سببی عذاب پدر و مادر خواهد شد. وقتی که فرزند مشرک است، فرزند بدین است، از سبب خوب تربیت نکردن پدر در روز قیامت البته پدر و مادر از فرزندان پرسیده خواهند شد، زیرا که پدر و مادر این مسئول فرزند است. مسئول باید جواب بدهد که چی مسئولیتش را چگونه گذرانیده است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند، حدیث صحیح است، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هر یک از شما مثل چوپان هستید و مسئول هستید و هر یک شما به این مسئولیتتون جواب خواهید داد.
پدر و مادر مسئول فرزندش است که آیا به ایمان تربیت میکند یا که به ایمان. وقتی که فرزند به ایمان شد سببش این پدر و مادر است، زیرا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ولكن ابواه یهودانی او والداه یهودانی او یمجسانی او یمسرانی. تمامی نو تولد شده های مولود به فطرت اسلام تولد می شوند، اما پدرش و مادرش این نو تولد شده را آهسته آهسته یا یهود می کند یا نصارا می کند یا که این را مجوس می گرداند. پس پدر و مادر سبب می شود که فرزند کافر باشد یا که سبب می شود که فرزند مسلمان باشد. پس قدر فرزندان مؤمن و قدر فرزندان مؤمنه خود را بدانید و نسبت آنها با رحم باشید. یک مرد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را دید که رسول الله صلی الله علیه و سلم نبیرگانشان حسن و حسین را بوسه می کنند. به رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت یا رسول الله ما قبلت ولدی ابدا. ای رسول الله من فرزندم را هیچگاه بوسه نکردم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت این از سختی قلب توست، این از سختی و مریضی دل توست. من رسول الله هم و من فرزندم را یعنی نبیرم را بوسه میکنم. بوسه کردنی فرزند و نبیره این از سنت رسول الله هست. مهربانی کردن به آنها از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس باید پدر بخصوص پدر مسئولیت خود را در بالای فرزند ادا نماید. به فرزند نام نیک گذارد، به فرزند در وقت تولدش بعد از 7 در روز 7 و غیره عقیقه بنماید، به فرزند توحید را بیاموزد، فرزند را مؤمن و مسلمان بکند و راه راست را، منهج رسول الله را و سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم را بیاموزاند. و این البته وظیفه فرزند است، البته وظیفه پدر نسبت فرزند است. پدر باید حق فرزندش را به جا بیاورد. بارک الله فیکم. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 او ل7 واضربوهن وهم ابناء ل10 وفرقوا بینهم فی المضاجع. ای مردم، ای پدرها، فرزندان خود را در سن 7 سالگی به نماز دعوت بکنید، امر نمایید، امر بکنید که نماز بخوانند. وقتی که به سن 10 ساله رسیدند اونها را به خاطر نماز بزنید تا که نماز خوانند. پس این مسئولیت پدر است که فرزند خود را با ایمان تربیت نماید، نمازخوان و روزدار و موحد و از شرک دور تربیت نماید. روز به نزد عمر ابن الخطاب رضی الله عنه مرد شکایت بود که فرزندم مرا ضربه زد. عمر ابن الخطاب رضی الله عنه پیش از این پرسیدند حق فرزند را از پدر، یا که خودی فرزند از پدر شکایت کرد که این پدر هم بد است، یگان حقش را به من انجام نداده است و نام مرا حتی خوب نگذاشته است که نامش را کژدم گذاشته بود. البته این روایت بعضی از علما میگن ضعیف است، اما باید پدر مسئولیت خود را در بالای فرزند حس بکند تا بزرگ شدنش تربیت و بعد از بزرگ شدنش مصلحت و مشورت و بعد از این نصیحت و راه نشان دادن و مهربانی و محبت خود را نشان بدهد و فرزند خود را هیچگاه به سبب به عذر به یگان چیزی دیگری، خصوصا فرزند موحد خود را از پیشش نراند، عاق نکند. عاق کردن فرزند به عذر البته این گناه کبیره است. عاق کردن فرزند به عذر، یا که به خاطر چیزی دیگری یا به خاطر زن یا به خاطر یک چیز، البته این در حقیقت یکی از گناه های بزرگ است. بارک الله فیکم. پس تفکر به آیه های الله بکنید، تفکر به نشانه های الله بکنید، تفکر به تأمل به معجزه های الله بکنید و بدانید که شما در این دنیا
یک کوچکترین کوچک و عمر شما معین است. عمر هر یک انسان معین است. ما خواستیم نخواستیم از این دنیا خواهیم رفت. خیلی که الله رب العزت و الجلال در قرآن عظیم و شان به من و شما خبر داده است و میگوید کل نفس ذائقة الموت، هر یک نفسی که در این دنیا وجود دارد و نفس میکشد چشنده مرگ است و روز مرگ به سراغش می آید. و در آیت میگوید فإن موت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، پس البته این مرگی که از این مرگ می گریزید، مرگ را بد می بینید، از مرگ فرار می کنید، روز از روزها ملاقات خواهید کرد. و در دیگر آیات الله رب العزت و الجلال میگوید تمام چیزهایی که نفس میکشند میمیرند، هلاک میشوند، هلاک میشوند. و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، و یگانه وجه الله ذو الجلال والاکرام باقی خواهد ماند. پس به خاطر دنیای ناچیز از ایمان خود و از فرزندان به ایمان خود دست نکشید. بارک الله فیکم. پس عذاب الله را به یاد بیاورید. عذاب الله در حقیقت دردناک است، علم آور است و به نهایت دراز مدت است. الله رب العزت و الجلال در قرآن عظیم و شأن چقدر وصف جهنم را کرده است و میگوید و بئس المصیر، این راهی گمراهی، راهی بدبختی به نهایت راهی بد است. یا که میگد عذاب علیم، و به نهایت عذاب دردناک وجود دارد. جهنم جایی است که عذاب دردناک در آنجا وجود دارد. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چهلی که در حدیث آمده است، در حدیث اسراء و معراج، عذابهای گوناگون را به من و شما نقل نمودند. پس برادرم و خواهرم، از عذاب دردناک جهنم، سوزان جهنم که در اونجا زقوم طعامش است، چرک و فساد این نوشابه تشنه شدگان اهلی جهنم است و جای منافقین و کفار و بدبختان، از اونجا به الله پناه ببرید و از این مکان بترسید و کوشش نمایید کوچکترین گناه را ترک نمایید. پس بارک الله فیکم. این به نهایت مسائل بزرگ برای هر یک مرد مسلمان است و از زن صالحه خود قدر شناسی بکنید. زن صالحه این زن است که با مرد صالح یک جا خواهد بود. چخیره که الله رب العزت و الجلال در قرآن عظیم شان ذکر نموده است: الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. زنهای پاک برای مردان پاک، مردان پاک برای زنهای پاک، زنهای خبیث و خبیثه برای مردان خبیث و مردان خبیث برای زنهای خبیثه هستند. بارک الله فیکم. پس وقتی که زن شما زن صالحه است، وقتی که زن شما زن مؤمنه هست، زن شما خیر شما را، نیکی شما را، خوشبختی شما را در این دنیا و آخرت میخواهد، قدر این زن را بدانید، زیرا که این زن
خوشبختی شماست در این دنیا و آخرت، زیرا که این زن نجات شماست در این دنیا و آخرت، زیرا که این زن مؤمنه و قانته و این موحده است. اما زنی که زنی مشرکه باشد، زنی که از توحید دور باشد، زنی که حیله نیرنگ شیطانی داشته باشد، زنی که اطاعت الله و رسولش را نکند، از این زن پرهیز نمایید. در حقیقت یک زن 4 مرد را با همراهی خودش به دوزخ خواهد برد. یک زنی نابکار، یک زنی بد اخلاق شوهر خود، اولا پدر خود، شوهر خود، برادر خود و پسر خود را در روز قیامت به سؤال و جواب با همراهی خودش به نزد الله خواهد برد. پس زن وقتی که مکار شد، زن وقتی که از توحید دور شد، زن وقتی که بی عقیده شد، زن وقتی که خواسته های دنیایش غلبه به خواسته های آخرتش کرد، در این حالت مرد باید احتیاج باشد. مرد باید به همه گفته های زنی نابکار نرود و احتیاج باشد تا که در این دنیا و آخرت شرمنده نباشد. چرا که بسیار انسانها را زنها شرمنده کردند. انسان مؤمن را زنی نابکار شرمنده کرد و یک مرد مؤمن و مسلمان را از مؤمنان و موحدان زنی مکار جدا کرد. پس بارک الله فیکم، در حقیقت زن این ضعیف است، زن این حاکم نیست، مرد این حاکم است. مرد نگهدارنده زن است، نه برعکس. مرد باید کنترل زندگی خود را بکند، مرد باید اداره خانه خود را بکند، مرد باید حاکم خانه باشد، مرد باید سخنش قانون خانه باشد و مرد باید برنامه زندگی را بکشد، نه زن. چرا که زن سست اراده است، ناقص العقل است. الله رب العزة والجلال میگه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. مردها نگهدارنده، قوام، حاکمان زنها است به آن چیزی که الله رب العزة والجلال بین زن و مرد فضیلت داده است. در حقیقت مرد از زن فاضلتر است. و ابن القیم الجوزی ذکر می کنند و می گویند که در 5 جا مرد از زن افضلتر است. در عقیقه کردن به زن 1 عقیقه 1 گوسفند، به مرد 2 گوسفند. در حالت شاهد به جای 1 مرد شاهد شدن، اگر زن رو بیاریم 2 شاهد. و در حالت میراث گرفتن مرد 2 برابر زن. بارک الله فیکم. و همچنین و این چنین زن حق حاکم شدن را ندارد و این چنین زن ناقص العقل است. چخیلی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگویند ما رأیت ناقصات عقل و دین منکن، من از شما ای زنها دیده ناقص العقل و ناقص الدین را ندیدم. پس در این مسائل ها هر یک مرد و هر یک پدر باید احتیاج باشد، زیرک باشد و برنامه زندگیش و لجام زندگیش را به دستش بگیرد و به موافق قرآن و سنت زندگی بکند. این یک نصیحت کوچک برای تمام برادران و خواهران. بارک الله فیکم.